بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه. السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على صفي الله وابن صفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. آقا سلام. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل الأبرار. وفي العشرين رد رأس الحسين إلى مجثمه. روز 20 ماه صفر سرشو برگردوندن کربلا. حتی دفن مع جثته، حتی دفن مع جثته وفيه زيارة الأربعين وهم حرمه بعد انصرافهم من الشام. صدا بزن حسین. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء. فأعذر في الدعاء جای عذری برا مردم باقی نگذاشت. و منح النصح و بذل مهجته فيك لیستنقذ عبادك من الجهالة و حیرة الضلالة. چقدر با این مردم حرف زدی روز عاشورا. وقتی به همه چی احتجاج کرد، به عمامه پیغمبر، به شمشیر پیغمبر. وقتی حسب و نسبشو گفت، یه وقت صدا زدن ابن فاطمه ما ندری ما تقول، ما نمیفهمیم. ما نمیفهمیم تو چی میگی، اما یه چیزو میدونیم و نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت تشاء.
دست ازت بر نمیداریم تا تشنه جون. چرا ناله حسین جانت نیست امشب؟ این سفره امشب جمع میشه. لقد توازر علی من غرته الدنیا و باع حظه بالارض للادنا و شرا آخرته بالثمن الاوکس و تغطرس و تردى فی هواه و اسختک و اسخت نبیک و اطاع من عبادك اهل الشقاق و النفاق و حملت الاوزار المستوجبین النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دما. خدایا در راه اطاعت تو خونشان روی زمین ریختن. یا زهرا جلسه آخر و اول همیشه متعلق به تو منو ببخش. واستبیح حریما حرمشو مباح اعلام کرد. هرچی میتونه بلا دخترش برداره. کوفیا برا خودتون سوغات کرد. همه اومدن سمت خیمه ها. اللهم فلعنهم لعنا وبیلا و عذبهم عذابا علیما. یعنی میشه یه روز 40 همه با هم بریم کربلا. بین این همه موکب هیئت ما یه گوشه بیسته. من آلوده توفیق داشته باشم براتون زیارت 40. یه صدا بیاد الیوم یوم 40. به خودت قسم دلم تک شده برا کربلا. زبون بگیر رحمت خدا به این ناله ها. حسین جان ببین چقدر عاشق داری، چقدر نوکر داری، چقدر خوننده داری. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن سید الاوصیاء. اشهد انک امین الله و ابن امین. اشت سیدا و مضیت حمیدا و مت فقیدا مظلوما شهیدا. مظلوم از این دنیا رفتی. ای غریب مادر حسین. و اشهد ان الله منجز ما وعدک و مهلک من خذلک و معذب من قتلک. و اشهد انک وفیت بعهد الله و جاهدت فی سبیله
حتى اتاك اليقین فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمت بذلك فرضيت به. ای امان از اون ساعتی که اسب خیمه ها برگرد، ای فرس از چه تو خود باخته ای، مگر این گونه که ماتی تو شه انداخته ای. اللهم انی اشهدک انی ولی لمن والا و عدو لمن عادا بأبی انت و امی یا ابن رسول الله. آقا جونم بچه‌هات برگشتن کربلا. شیخ صدوق نقل کرده در امالی، دیگران ابن فتال مرحوم مجلسی همه گفتن از فاطمه بنت علی. ان یزید امر بنساء الحسین فحبسن مع علی ابن الحسین فی محبس. داداش بذار بگم شام چه خبر بود. این زن و بچه رو با زین العابدین در خرابه ای حبس کردن، لا یکنهم من حر ولا قر. نه از سرما نگهشون میداشت نه از گرما. بچه غیرتی ها حتی تقشرت وجوه، صورتهای مبارکشون پوستم داشت. ان خرج علی ابن الحسین بالنسوه، تا اینکه خاندان امام حسین حرکت کردند با زین العابدین. برد رأس الحسین علیه السلام الی کربلا، سرشو برگردون. داستان سر تو خیلی عجیبه یا ابن رسول. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیة بانجاسها ولم تلبسک المدلهمات من ثيابها و اشهد انک من دعائم الدین و ارکان المسلمین و معقل المؤمنین. شهادت میدم تو پناهگاه مؤمنانی، تو پناه عالمیانی، پناه عالمیان. زینب پناه. ای کاش ماجرای بیابان دروغ بود، این حرفهای مرثیه خانان دروغ بود.
ای کاش این روایت پرغم سند نداشت، بر نیزه ها نشاندن قرآن درود، یا گرگ های تاخته بر یوسف حجاز مانند گرگ قصه کنان درود. و اشهد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الهادی المهدی و اشهد ان الائمة من ولدک کلمة التقوى و اعلام الهدى و العروة الوثقى و الحجة على اهل الدنیا و اشهد انی بکم مؤمن و بایابکم موقن بشرای دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سر و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معدة حتی یأذن الله لکم فمعکم لا مع عدوکم. آقا من با شما، کمکم کن تا آخر عمر در خونه بمون. همه بچه‌هام و دودمانم تا روز قیامت نوکر در خونه باشه. یه وقت نکنه من دشمن تو باشه، یه وقت نکنه با کارام جلوی شما بگیزه، یه وقت نکنه یه موقعی که آقا مولام صدا زد حل من ناصره دیگر منم رو صورتش شمشیر بگه. فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب